اعتماد کرده. پدرم به خاطر وظیفه شما دیگه زن نگید. پدرم میگه هیچ کس جای مادر تا گرفته نمیتونه. حالا برم تنها جای که آرام هستم خانه خودم هستم. باز تو جفت کسی نیست میترسی؟ از این روز میترسیدم که بگویم میمرم و از سیاهی شب نمیترسم. بیا امروی ما بریم. پدرم اردو ما را میبره به مکتب. ما تو مثل برادر هستم. مثل برادرم هستی اما نمیتونم از خانه برم. بیا که بریم خانه امروی پدرم آشنا شویم. ما بچه کوچه هستم. پدر و مادر ندارم. پدر سر کار نشه. بار اول آخرت باشه که گپ بزنیم. ما تو برادر هستم. ما برادر دیگم دارم. تو ساله شده که لکستان است. راست میگی چرا تا حالا به من نگفتی؟ تا حالا پرسان نکرده بودی که برات میگم. همیشه خانه تا نمیم. هر وقت برادر ما را از کودکستان آوردن ما میآییم. درست است. نامش چیست؟ نام زیبی است. چی نام زیبایی است. حتما خودش هم مثل نامش شیرین است. خیلی زیاد. پدرت از وظیفه می اثرت ناوقت میشم یک چند دقیقه در پارک می باشم. نمیخوایی ما بریم؟ نه. باشه حتما درباره تمرین پدرم گپ بزنیم. او اشرف جان یک اول بطم. سلام علیکم اشرف جان، خوب هستی؟ خیرتی است؟ علیکم سلام رومان جان، خوب هستم، بخیر هستم. جان دیرت خیال اول ده. بهترین یتیم خانه که گفته بودم لکاوه پیدا کردی؟ آقا قاضی صاحب پیدا کردم. جایی که خود ما بزرگ شده بودیم نام باسط هم دادم و گفتم بهترین امکانات برش بدم. گفتم سال پیل لکافانی از طرف شما به یتیم خانه کمک میشه و حال آمدیم کلیوه موتر در موتر قلف مانده کلیسا ده ببرم. تشکر. مثل بچه خودم باید امرایش رفتار کنم. کمبود پدر و مادر است نکنم و همیشه در ارتباط با یتیم خانه باید باشی. درست قاضی صاحب. باسط چه قسم راضی کنیم او به خاطر ابراهیم نه جای نمیره. گفت تنها دوستش اینجاست جای نمیره. در پارک چند بار امروز جد زدم. او روانش ما میرم و همه چیز برش میگم. اگر مجبور شدم میگم که ابراهیم به خاطر تو از درسش پس مانده. وعد من قبول میکنه که بره. درست است رقم خودت میکنی وقت خود. خدا حافظ. وقت خوش. سلام. اینجا جای کسی نیست ما بشینم؟ علیکم کاکا. یه جای بیادرم هست رفته بیرون میآید. بیادرت بیا خیر ما بشینم. بیشی. نام بیادر چیست؟ نام بیادرم ابراهیم است. گفتی ابراهیم، من پدر ابراهیم هستم. چی سلام میبخشی کاکا نشناختم. باشه قند کاکا، عیف زندگیت نکرده قرار میتی. چرا کاکا؟ من تو رو در یک پرورشگاه میبرم، هم بهتر زندگی کو و هم درس درس. ای کاکا تنها دوست میجه است. بیکار تو هم به دوست تو خوب است. چطور کاکا؟ به خاطر تو دوست ابراهیم از درس باز مانده. خب بچه لایق است. لایق است اما کل فکرش آمدن به پارک است. تو را دوست دارم به خاطر که ابراهیم تو را بیادر خوانده. به خاطر همین میگم مثل یک کاکای واقعی برو در پرورشگاه. نه کاکا من نمیتونم برم. از ما گفتن بود ابراهیم چیزی نگویی که خفم نشه از مشکل. ما چی کار کنم با دیدن ابراهیم برم یا نه؟ فکر کنم ابراهیم از کار پدرش خبر ندارد.
به خاطر که به ما گفته بود به ابراهیم چیز نگویی که از پیش ما خفه میشه. شاید پدر ابراهیم راز گفته باشد. ابراهیم از درسش پس میمونه. باید من از او دوری کنم. واسه تو کجا هستی؟ 2 روز از پیش رو میکنم نکنم. واسه کجا هستی؟ نه باید کسی نه در خانه. مادر ما گفتم خبر نداره. چیکار کنم؟ ابراهیم بچه تو بول چرا خانه نرفتی؟ سر داری باید نوره مکرم بکر سیمور ما. بچه مرد هیچ وقت گریه نمیکنه، گریه نکن. مرد همیشه مبارزه میکنه. بریم خانه با ما پیش مدیر کنیم. بچه تو برو خانه ما میرم ایراد. میکنی ایراد؟ میرم که حکم یک قاچاقچی میرم. خانه خاله چون میری یا زنگ دیم که ما بیان خانه ما. زنگ دی که بیان ما میرم خانه. تو برو خانه خدا حافظت.